تا حالا به این فکر کردین سنگ ماه تولدتون چیه؟ اگه میخواید جواب این سوالو بدونین تو این ویدیو کاملا براتون توضیح میدم. امروز میخوام بریم سراغ سنگ‌های ماه تولد، ببینیم چه خاصیتی دارن و نماد چی هستن. تا آخر این ویدیو با ما همراه باشید. هر ماه تولد سنگ مخصوص به خودش داره و انرژی خاصی به فرد میده و بهش احساس بهتری میده. از متولدین فروردین ماه شروع میکنیم. سنگتون الواس خیلی شیک و با کلاس. نماد قدرت و استقامته، یعنی فروردینی ها با این سنگ انرژی میگیرن و به همه نشون میدن چقدر قوی هستن. و دیگر سنگ هایی که مال فروردینی ها میشه نام برد، عقیق مشکیه، عقیق سرخ و جاسپره. اردیبهشتی های عزیز و دوست داشتنی، سنگ شما زمرده، نماد عشق و آرامشه. پس اگه دنبال آرامش هستی قطعا این سنگ بهتون کمک میکنه. سنگ های لاجورد و مالاکیت دیگر سنگ های این ماه هستند. خردادی های باحال، سنگ ماه تولدتون مرواریده، نماد پاکی و شهوده و بهتون کمک میکنه حس درونیتون بهتر بشه. دیگر سنگ های این ماه عقیق خزاییه، چشم ببره و پیریت. تیرماهی های عزیز، یاقوت سرخ سنگ شماست. این سنگ به عشق و انرژی معروفه. اگه دنبال انگیزه بیشتر برای زندگی هستین این سنگ حسابی به کارتون میاد. سنگ های دیگر این ماه لابرادوریت، گارنت و کوارتز. مردادی های عزیز، سنگ شما پریدوته. این سنگ به شما تعادل و قدرت میده و بهتون کمک میکنه با شجاعت بیشتری زندگی رو پیش ببرید. سنگ های دیگر این ماه زبرجد، مالاکیت و سیترینه. شهریور ماهی های دقیق، سنگتون یاقوت کبوده. این سنگ نماد حقیقت و وفاداریه و بهتون کمک میکنه تا همیشه به خودتون وفادار و به دنبال حقیقت باشین. عقیق سلیمانی، کلسیت و عقیق خزایی از سنگ های دیگر این ماه. مهرماهی های هنرمند، سنگتون اپاله. این سنگ به خلاقیت و جذابیت شما کمک میکنه و باعث میشه توی جمع همیشه بدرخشی. کوارتز دودی، عقیق و روز کوارتز سنگ های دیگر این ماهه. آبانی های عزیز، سنگتون توپازه، نماد شفا و آرامش. این سنگ بهتون آرامش میده و بهتون کمک میکنه تا از استرس ها به دور باشید و روحیتون رو حفظ کنید. مرجان، آکوآمارین از سنگ های دیگر این ماه. آذری های پر انرژی، سنگتون فیروزه است. فیروزه هم محافظت کننده است و هم شانس میاره. پس اگه دنبال خوشبختی هستین حتما این سنگ رو داشته باشین. مالاکیت، جاسپر، یاقوت سرخ دیگر سنگ های این ماهه. دیمایی های پرتلاش، سنگتون گارنته. این سنگ بهتون انرژی و قدرت میده تا به اهدافتون برسید. حدید، کهربا، اونیکس از دیگر سنگ های این ماهه. بهمنی های خلاق، سنگ شما آمیتیسته. این سنگ بهتون کمک میکنه آرامش بیشتری داشته باشی و آگاهیتون رو افزایش بدین. اپال، چشم ببر و فیروزه از سنگ های دیگر این ماهه. رسیدیم به ماه تولد خودم. اسفندی های مهربون، سنگ ما آکوآمارینه. این سنگ شهامت و شفافیت رو برامون به ارمغان میاره. کمک میکنه راحت تر با دیگران ارتباط برقرار کنیم. آمیتیست، سنگ ماه و سنگ خورشید دیگر سنگ های ماه تولدمون هستن. پس هر ماه سنگ خودشو داره که میتونه بهتون انرژی بده. کامنت بذارین و بگین که سنگ ماه تولدتون چیه و آیا تا به حال ازش استفاده کردین یا نکردین. اگه از این ویدیو خوشتون اومد ما رو دنبال کنید تا ویدیوهای بعدی رو از دست ندید.